به الله قسم اگر ما یک روز به طرف قرآن برگردیم و حدیث پیامبر را زندگی خود حاکم بگردانیم، باز میبینی که منزلت و مقام و عزت مسلمان ها چطور پس اعاده میشه و نمیشه. خب ما گرفتیم. کفار سر ازی عمل میکنه سری قوانین اسلام، اما خودی ما میرویم دیگه طرف. ببینی در این 4 طایفه چطور داخل میشیم. و حسن اولئک رفیقا، خیلی خوب است این می طایفه های 4 گانه که به همراهی خود بگیری، قطش نشست و برخاست بکنی. چرا؟ نشست و برخاست با کسی تاثیری به سزای در همه امور داره، در اخلاق تو، در روش تو، در عقیده تو رول مهم داره. با دوستی که تو رفیقی داشتی امروز تو را در پایه ترجمه قرآن کریم کشاندته، تا دین روز تو در صدد ازی بودی که با جز از فسق و فجور دیگه کار نکنی، امروز دعوتگر دین جور شده. وقتی تا قربانی دین میکنی، جانی تا قربانی دین میکنی، مالی تا قربانی دین میکنی. چرا؟ همراهی و همسنفیگریت قطع یک نفر متدین شده، او نفر تو را دعوت داده. انسان کوشش کنه کسی را پیدا بکنه که واقعا او تو را به عقیده درست شوه، عمل درست شوه، اخلاق پسنده پیدا شوه، نه با فاسقه و فاجران رست و برخاست بکن. عوام از همون خاطر میگه که با ما بشینی ما شوی، با دیگ بشینی سیاه شوی. راست میگه. این گپ چی است؟ خربوزه است، خربوزه رنگ میگیره، همسایه از همسایه پن. این گپا کلش راست است، واقعیت داره. 4 روز با فاسقه و فاجره بشی، همه دینت، دیانتت، غیرتت همش از بین میره. از این خاطر انسان کوشش کنه با کسی نشست و برخاست داشته باشه، دوستی داشته باشه، رفیقی داشته باشه که واقعا خود مردم سنگین است، مردمی است که واقعا پابند دین است، عقیده داره، روش درست داره. قطعا از وان نشست و برخاست بکنیم. ذالک الفضل من الله، این احسان است از جانب الله. الله که به کسی نصیب بکنه که از دی 4 طایفه یا هر 4 وظیفه را الله برش نصیب کنه، یا در یک طایفه یک وظیفه را پیش ببره. یعنی این احسان الله متعال است که سر کسی شده باشه. ان شاء الله ناامید نیستیم که الله متعال ما را در 4 طایفه داخل کرده باشه. چرا؟ امروز الحمدلله دعوتگرای توحید کیست؟ دعوتگرای سنت رسول الله کیست؟ نیست کسی دیگره. الحمدلله ما امی ادعا را داریم، ما چون که در میدان عمل در اون مرتبه رسیدیم یا نه، تایید طاعت الله و رسول الله را به اول درجه میکنیم و نفس خود فدایشان میکنیم و الحمدلله عملی هم میکنیم یا نمیکنیم. بس الله متعال نصیب کنه، این فضل الله است بر ما نصیب کرده. شکر الله را میکشیم که در این طور موقع، در این طور زمان ما و شما را امی طور موقف بر ما نصیب میکنه که ما دعوت به سوی حق بکنیم. و کفا بالله علیما، کافی الله از روی علم هر کس مطابق نیت، مرادش، ارادش، صداقت، اخلاصمندیش الله انعام میکنه. حالی میبینیم که دینمی دعوت کدام مردک خیلی اخلاص داره، خیلی صداقت داره، بالکل الله میدانه. سیز که پیش مخلوق شاید قدر و قیمت نداشته باشی، مردم تو را نشناسه که تو چی کرده، اما از الله خو گم نیست. ما در جلسه بنیاد امی موضوع را گفتم که فلسفه اخلاص چیست؟ اخلاص چی درس بر ما میده؟ فلسفه اخلاص است که عمل تو مستمر است، به این مربوط نیست که کسی تو را خوب میگه یا نمیگه، غمی از یارا نداری، عملت به خاطر الله هست. اگر کسی قطعی تو همکاری میکنه یا نمیکنه، تو را خوب میگه یا نمیگه، تو عمل برای الله ادامه داده رایستی ادامه بده تا که وسو توانت میرسه. به رفیق و به دوست دیگه سعی نکن که چرا او نمیکنه من نمیکنم، نه 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 نه، یا چرا مردم مرا تمجید نمیکنن، نه نه نه. کاری تو به خاطر الله متعال است، به اندازه وسو توان خرج کرده برو و حرکت کرده برو. یک روز یک مولوی بر ما میگه که دوستا شورا میشه هیچ کس نمیاد. ما به او دوست گفتم که مولوی صاحب چیزی که وسو توان داری قدم مونده برو، پشت از این نگرد که چرا فلان نمیاد، چرا فلان نمیاد، چرا عملی به تو به خاطر رضای الله است. اگر کسی قد کمک میکنه که نمیکنه، چرا منظوری تو رضامندی الله متعال است. و کفا بالله علیما، الله از روی علم کافی است که تو را میبینه که چقدر زحمت و محنت میکشی و به خاطر چی میکشی. الله متعال این محنت تو را ضایع نمیکنه. بنده الله اگر یک قدم بگذاره، یک قدم در خدمت دین بگذاره، الله متعال حتما ثمره را سرش مرتب میکنه. این تو نمیشه کی ضایع شود، به شرطی که ما یک قدم بگذاریم. یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم، بعد از دعوت به سوی 3 امور، 3 امر سبب ثبات حکومت اسلامی است
برقرار شدن نظم اسلامی است. 3 امور کدام بود پیش بر ما و شما تیر کرده؟ 3 امر: سپردن امانات به اهل و کسی که لیاقتش داره، به عدالت فیصله کردن. 3 امر: اطاعت الله و رسول الله، قانون الله و رسول الله نافذ شدن. این 3 گپ سبب ثبات و پایداری حکومت اسلامی است، جامعه اسلامی است. حفاظتش چطور شوالی؟ جامعه اسلامی جور شده که این 3 کار شما انجام داده، حالی بعد سرحدات اینمی جامعه اسلامی نگاه کرده شود. با چی چیز نگاه میشه؟ یا ایها الذین آمنوا، تقاضای ایمان است کسانی که دعوای ایمان داری، خذو بگیره حذرکم، تدابیر احتیاطی تانه. بفهمه که شما خو یک حرکت قویسته، دعوت حق استه، از هر طرف مورد تخت و تاز عملات دشمن قرار میگیره، گاهی نظامی، گاهی فرهنگی، گاهی اقتصادی، گاهی فکری، ماندنی تان نیسته، از هر روزنه سر شما فیر میشه. الله متعال مومنا را چطور میکنه؟ مومن بیدار باشه، خوابالیده نباشه. امروز مسلمانان را ببین، رازای زیر لیاف خودم به رادیو BBC و رادیو آزادی گفته رایستن یا مسلمان هستن. زنای ما را ما بیدار کردیم. چرا اجازه میدی یک زن کافر انگلیسی که میاد قطعی تو اینجا مصاحبه میکنه، گپی سنو و خشور از پیشید سوال کرده رایسته؟ ما مردم رفت هر چیز از دست دادیم. چرا در قرآن ننشستیم؟ نفهمیدیم. قرآن مسلمان بیدار میکنه، میگه خذو حذرکم، تدابیر امنیتی تان بگیره. شما مردم عادی نیستی، دعوتتون دعوت عادی نیست که مردم برات متوجه نباشه. 1000 قسم دعوتای دیگر روان باشه، کس نمیشناسه. خب که دعوت حق باشه، حالی میبینی که فیرا را میبینی. زمانی که مردم متوجه تو شد، هر کس تو را در مقابل متوجه شد، بفهمه که سنگرت خیلی قوی است. اگر سنگرت قوی نمی بود، مردم متوجه نمیشد. و اون روز براتون گفتم یک آلمانی اسلام به خاطر چی آورد؟ گفت من که در کلیسا پدرم کلان بود، من که رفتم کلیسا همین از اسلام فکر کردم که اسلام اینقدر نیروی قوی است که میشینم اسلام. از اون خاطر مطالعه اسلام شروع کردم. یک وقت فهمیدم که اسلام کدام نظام و دین است. واقعا این سنگر مقاومت است، این سنگر پخته است. امروزم الحمدلله دعوت ما حق است. اگر دعوت ما حق نباشه، یهودم دشمن ما، نصارام دشمن ما، صوفیم دشمن ما، شیعم دشمن ما، بگوه هر کس، هر گروه دشمن ما شده. چرا شده؟ چی کردیم برای مردم؟ چیزی دیگری نکردیم. آن چیزی که سبب سعادت و نیکبختی مردم است، مردم برش دعوت میدیم. ما میگیم کتاب الله عام شود. کتاب الله برای هدایت ماست، نه برای ثوابا، ختما، تراویح خوانده شود. کتاب الله برای عزیز که انقلاب در ما پیدا کنه، حقیقت ما بدانیم که زندگی چی را میگه و ما پابند کدام نظام هستیم، چه قسم در کامیابی خود میرسیم. این در بین مردم گفته شود. شما بگوی اگر قرآن ترجمه شود، مردم فریب داده میتونه افراد مسلمان ما را؟ به هیچ وجه نمیتونه. اما این کتاب الله برش خدمت نشده، مردم دشمن ماست. دیگه علما چرا یک کسی برای من میگه مولوی صاحب قاریا دشمنی توست، ملا دشمنی توست، صوفیا دشمنی توست، هر کس دشمنی تو. ما گفتم بله، خود دیگه دشمن ما خود چی کردیم؟ چی مالشان نگرفتیم، در خانهشان تعرض کردیم، در آبرویشان، در عزتشان هیچ تعرض نکردیم. ما میگیم که امور راههای باطلی که یا مردم در جال خود گیر کرده، از پیشش خورده رو ایسته، میگیم نه خوردن غلط است، حرام است. از همون خاطر کلگی دشمن شده، وگرنه کدام گپ دیگه نکردیم. قرآن برای ما میگه، آیت قرآن کریم برای ما چی میگه؟ خذو حذرکم، بگیره تدابیر امنیتی و احتیاطی تانه. امی امر در سوره توبه برای ما میشه و اعدوا لهم ما استطعتم، آمادگی بگیره به اندازه توانیتان. خیر است اگر او امکاناتی که کافر داره شما نداری و اتم داره شما نداری، امو قدر که در دسترس داره امو را بگیره. ما استطعتم، به اندازه توانیتان. باز نصرت بگذاره به من. الله متعال میگه خب شما مؤمنا بیدار باشه، هوشیار باشه، خوابالوده نباشه. دشمن از هر طرف داخل شده رو ایسته، ما برش زمینه سازی میکنیم. خانه خدا برای دعوت نصرانیت به کرا میدیم. ماموری دفتر میره برش ماموری میکنه، دختری ما میره برش اتاق جارو میکنه. شما برش زمینه را مساعد کردی. امروز اعلان دموکراسی تو خبر داری؟ او جناب پاچا صاحب، او جناب وزیر و پارلمان والا، تو که اعلان دموکراسی میکردی، زمینه را برای دعوت
تی کفری مساعد کردی، تو معاون هستی برای دعوت کفری. چرا اعلان دموکراسی میکنی؟ چرا اعلان اسلام نمیکنی؟ خلاص این مملکت اسلام است، مردمش مسلمان است، پابند اسلام است. ما قانون اسلام هم میپذیریم. قانون اسلام یک کافری که در این منطقه میاد چقدر از 4 ماه اضافه باید وقت اینجا تیر نکنه، او در 4 ماه زیر مراقبت باید زندگی بکنه. ما چی کردیم؟ کلی دوای رو را، کلی چیزا را برش تسلیم کردیم که هر چی میکنه معلوم نیست. در مکاتب ما انجیل توزیع میشه، در مکاتب ما یک مولوی اونجا قرآن ترجمه کرده نمیتونه، مدیر و سرمعلم نه خواهرای ما کتابا را میبره، کتابایی که واقعا سازنده است. مدیره مکتب و سرمعلم مکتب تو اینجا کتاب فروشی نیست دیگه نبیاری. اما رقاص و سازنده میایه چی برش میگیره؟ محفل برش میگیره. دخترها قطش چک چک کرده رایستی مسلمان است. یا خود مسلمان میگه، این مدیر و سرمعلم خود مسلمان میگه، دشمن کتاب الله و سنت رسول و دین الله که اونجا نمیگذاره شه. اگر در مطابق مضمون مولوی صاحب در اونجا درس داد با سعی میکنی که در اداره شکایت شده، مولوی طلب شده در اداره، فکر باشی گپای فرقه واریت نزن، گپی حق نزن. من از ابوبکر رضی الله عنه دفاع نکنم؟ چرا که با شیعه خفه میشه؟ من مذمت یهود و نصارا را بیان نکنم؟ چرا که ناتو خفه میشه؟ خیر مسلمانی ما برای چیست؟ اینطور بگو که دیگه از اسلام گپ نزنی، دهنی تا بدوز، تابع ازی باش، گپی حق هر جد باید انسان بگوید. او این قدر مردم بزدل که ما هستیم، یک نفر از فرقه مخالف میخیزه احتجاج میکنه، یک کس دفاعگر نیسته، دیگه شاگرده قرارم خدا گرفته. از تلویزیون لعنت برای معاویه صادر میشه. یک تظاهرات دیدی شما در وطن که کسی دفاع از معاویه رضی الله عنه کاتب وحی کرده باشه؟ یک نفر نمیبینه. آخر می غیرت ما در کجاست؟ این گپا را باز مردم فرد حمل میکنه در سیاست، یا فرقواریت دامن میزنه. ببینیم که فرقواریت کی دامن میزنه. ما دفاع از حق میکنیم، این گپی فرقواریت نیست. ما دین خودم حفاظت میکنیم. صحابه پل در بین ما و رسول الله صلی الله علیه وسلم، دین ما از او یاد گرفتیم، چطور ما از او دفاع نکنیم؟ عجیب است. یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم، ای مؤمنا بگیرید تدابیر امنیتی تانه. حذر اسبابی که توسطی از شما از دسیسه های دشمن خود نگاه کرده میتونید حذر بگه. فانفروا ثبات، قرآن بر ما میگه، ما را دعوت به سوی اخلاقیات نمیده. ای چادر در سر پرتی در خانقاه ها بری، این طرف خدا بذاره، خدا مانده زل عرقایتان برای 4 چلنگ بیفت. یک دگروال صاحب قصه میکنه، گفت در پلو خمری وظیفه داشته مولوی صاحب. چی میگفتم امی که زیاد فیتایش واهیات میگن؟ فخرالدین آقا گفت در پلو خمری آمده بود، ما از شارینو شو آمدیم که اینجا مجلس است. گفت آمدیم شیشتیم دیگه کسان خبر نکردیم که باش این فضیلت تنها ما ببرم. گفتی جا که آمدیم مجلس های فرشا آماده شده، به نام ذکر که یا میگه شروع شد، نماز خفتن از بین رفت، زدن کندن. 2 بجه 3 بجه شو خو کردیم، سگاواری نعوذ بالله دور از مسلمان ها. صبح ما میتر خو رفتیم، 10 بجه خستیم رویای خدا ششته بودیم. گفتی خوش روان بودم طرف وظیفه که نه از کل کدمه امشو ثواب از یاد گرفتم. 2 نماز الله رم قضا کردیم. او چی گفتیم اونجا؟ لا موجود الا هو، لا مقصود الا هو، لا موجود الا هو، لا مقصود الا هو. برو بخیر. عجیب است، دین است. این مردم بیچاره در بنده و جالای مردم گیر آمده. قرآن برای دعوت نمیده. برادر تبلیغ ما خفه نشوه. بیشتر اگه که پشت کنی کامیابی ما دینمی است. نه، کامیابی ما در تفنگ گرفتن است، در سنگر جور کردن است. قرآن برات میگه فانفروا ثبات، برای جماعت او انفروا جمیعا، یا کلیتان برای در مقابل دشمن آماده شوی، آمادگی بگیری. جماعت تنها اخلاقیات نیست. دشمن خیلی نمیتونه اسلامی خسی شده را خوش داره. مقصد قطعی از او مقابله نکو، خلاص
ولو که در امریکا بری دعوت بدی، تبلیغی در امریکا دعوت داده میتونه؟ نمیتونه. ها خو القاعده بیچاره از کو پایین شده نمیتونه. فرقه ها را هم بشناسه، خوب بشناسه. و فرقه که در زیر تسلط کفار زندگی میکنه باز خود حق هم میگه، همیشه در مجلش، در اخبارش، در مرامنامش جنگ رای حل نیست. همین نقطه را نوشته که برو خلاص دیگه هر چیزی که گفته میری امریکا را لعنت بگو، دو بزن، دشنام بزن، خب تنها این میقدر بکن که در آخری اخبار مجلد نوشته که جنگ رای حل نیست. ما میگیم جنگ رای حل است، جهاد رای حل است. فیصله را جهاد میکنه. فسق و فساد و فتنه را کی از بین میبره؟ جهاد از بین میبره. الله متعال نمیگه و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، مقابله بکنی. قرآن اینجا برای مسلمان ها میگه تدابیر امنیتی تا بگیره. دشمن ها سرتان حملات داره، البته حمله دشمن تنها نظامی نیست. از این که در بسیار حمله خطرناک، حمله چیز فکری، حمله فرهنگی. امروز دختری تو چی رقم لباس میپوشه؟ تو را به الله قسمه مسلمان که پشتید در او وقت مادرت که چادره در راه میرفت که ناگهان کسی رویش میداد وی میکرد، در اونجا جای به جای می نشست. امروز همشیری تو میره قطی کافر دست میده، بغل کشی میکنه. طور لباس پوشیده که به الله قسم اگر در فرانسه کسی بپوشه. فرهنگی، مبارزه فرهنگی داره. در تلویزیون، چینل تلویزیونی کدام سخنان نشر میشه، کدام فیلم نشر میشه، کدام فحاشی و عیاشی نیست. از او که در دیگه بدتر چیزی هست. کمی غیرتی تو بالا میشه. از کجا خواهرم تماس گرفته ای؟ چی پخته کده ای؟ چی تو رستی؟ نامزاد شده ای؟ نه. کی را خوش داری؟ یک زمزمگه کی را بیتی تا خبر ما بکو. ای بی غیرتی در وطن روان از کسی آواز خود بلند نمیکنه. مبارزه فرهنگی، مبارزه فکری، شبهات وارد کردن علیه اسلام. اسلام دینی خشونت است، اسلام دینی اینطور است. نه 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 نه. حکومت اسلامی چرا دستش قطع نمیشه؟ چرا کسایی که راه میگیره اختطاف میکنه اعدام نمیشه؟ چرا قاتل قصاص نمیشه؟ چرا زناکار سنگسار نمیشه؟ جامعه جهانی خفه میشه از ما اگر این کارا را بکنیم. خب تو خیر بنده جامعه جهانی هستی، بنده الله متعال نیستی. آیاتای قرآن کریم هر کدام به خود پیام داره. ضرورت به من نیست که من هر کدام جزئی بیان کنم. گناه من دینمیست که من مشخص میکنم، وگرنه تیر میشم آسان براتون ترجمه میکردم. یا ایها الذین آمنو، کسایی که ایمان آورده، خذوا حذرکم، تدابیر امنیتی تان بگیرید، فانفروا برای ثبوتن دل وانفروا جمیعا، کلیتان به شکل لشکر برای. خلاص میشد. تشریح بکنیم که چطور الله ما را میگه، چه قسم میگه. الله تعالی میگه ای مؤمنا بیدار باشید، جماعت در مقابل کفار برای بلشکر برای مطابق زمینه، چیزی که تقاضای همون وقت و زمان است برای. پیغمبر علیه السلام هم گاهی یک گروپ روان کرده برای در فلان جای جهاد بکنه. گاهی موقع شده در جنگ تبوک اعلان کرد، گفت کسی باقی نمانه که حرکت است. با یک فوجی تعلیم یافته، 100,000 فوجی رومیا ما و شما جهاد داریم، مقابله داریم. در هر جبهه توریه میکرد، در این جبهه توریه نکرد، مشخص کرد. چرا؟ سفر طولانی بود، فوج خیلی مجهز بود، تعداد خیلی زیاد بود. از او خاطر پیغمبر گفت کسی که سواری گرفته میتونه شمشیر اسلحه دریغ نکنه دیگه. اگر یک سواری داره 2 سواری بگیره آماده کنه. پیغمبر علیه السلام مطابق تقاضای وقت و زمان اینمی طور گروپا را جور کرده و لشکر کشی کرده، مقابله کرده. و این منکم لمن لیبطئن، بله یقینا بعضی از شما لمن کسی است لیبطئن، یکی سستی میکنه، باز میگرده شریک جهاد نمیشه. مفسرین دو نظر داره. یک طایفه میگه آیت در مقابل خطاب برای منافقین است. خطاب برای چرا؟ به خاطر که از جهاد باز ماندن منافقا کرده. لیکن دیگه مفسرین محققین میگه نه، اینجا خطاب برای مسلمان است. لیکن مسلمان ها 2 طایفه است. یک طایفه مصمم، عزمی راسخ داره، بزدلی به همتی قطعا در قلبش وجود نداره، از اسباب و وسایل دشمن متاثر نیست، مورالش ضعیف نیست. همیشه که میگه مقابله گفت بالکل.
رای ما حتما پیروزی است، یا شهید میشیم یا جهاد میکنیم پیروز میشیم. هیچ ناکامی در قاموس اسلام وجود نداره. خلاص یک تعداد مردم بزدلکاست. بزدلکا باز وقتی که وسایل دشمن ببینه باز اینقدر چی میشه؟ همت خدا میبازه، بهانه جور میکنه که دمی جهاد قطع شریک نباشه. شوروی که آمد همی طور نشد. او کسی که با حکومت کار میکرد او خو آزاد نبود نه؟ و می آمد قطعی نیروها میگه جنگ نمیشه. او کسی که در کوا بود در قصه نیرو و تانگ مانگ نبود گفته ما میزنیم. همت خود از دست نمیداد. قول راجح است که خطاب برای مؤمن است. مؤمنات دو طایفه است. الله متعال از طایفه دوم ما را شمار نکنه. کدام طایفه؟ و این منکم یقینا بعضی از شما، منکم گفته مسلمان است. و کسی که را مراد از منافقان میگه منافقان در ظاهر خود از مسلمان شمار کرده، اظهاری کلمه را کرده، لیکن جور نمیاد. چرا؟ پشت سر میگه که انهم که لم تکن بینکم و بینه موده. تو بگویی که در بین ازیا و در بین شما هیچ دوستی نیست. از این معلوم میشه که دوستی است. دوستی امرای مؤمن میباشه نه امرای منافق. و این منکم یقینا بعضی از شما لمن کسی است لیبطئن که منع میکنه خدا سست میشه از رفتن. ای اگر لازمی شود خودش نمیره بزدلی میکنه یا کسی دیگر هم منع میکنه، همت از زور از دست میده. فاین اصابتکم مصیبت، اگر برسه برای شما کدام تکلیف حادثه مثلا شکست میکست ای برای شما حاصل شود دمی جهاد، قال میگه قد انعم الله علی، الله سرم انعام کرده بود. چرا؟ از لم اکن معهم شهیدا، به خاطر که نبودم امرایشان حاضر در میدان نبودم، از مصیبت اینا خلاصی پیدا کردم. این بیچاره تاری را این مقام و منزلت نشناخته که او مرد که در میدان جهاد رفته سر سپرده. خبر داری که او کدام درجه را کمایی کرده؟ او درجه به مال و متاع دنیا به دست نمیاد به جز از سپردن نفس. تا که نفس قربان نکنی او مقام برات حاصل نمیشه. باز چی میگه؟ ولا این اصابکم فضل، اگر برسه بری شما فضل احسان فتح غنیمت براتان حاصل شود من الله، این غنیمت از طرف شما نیست، از جانب الله متعال. لا یقولن خامخا بنابر خود غرضی خود میگه که لم تکن بینکم، تو گویی که نیست در بین شما و بینه در بین ازو مودتون کدام رابطه دوستی وجود نداره. از او خاطر او محروم از غنیمت شده، از کامیابی که در میدان مجاهدین شمار شود که مردم بگه که آفرینتان. تو گویی که هیچ محبت و رابطه نداره، حالان که خونه خود شما همیشه بوده. روزی که اعلان جهاد شد اونجا بهانه تراشی میکردیم، می آمده با قاید مجاهدین والا کار دارم گل تر کردیم خانه ما هیچ سرپوش نداره، زن اولاد آورده سرپرست نیست، نه کشتم در دیره و رسیده هیچ کس نیست، رقم بهانه ها کردی. شما قطعش یک جامعه شدی. زمانی که روسا چی کرد؟ بگه شکست خورد، اینجا همون مردمایی که سالات در غرب راحت تیر کرده بود چی میگفتن؟ میگفت که کاش که ما چی میگه؟ ما مبارزه قلمی داشتیم. چی مانه؟ یک مقاله در امریکا دا چی روان میکردیم؟ در مجله مجاهدین روان میکردیم. دوده خور اونجا رفتی زن فرزند هم اولادید، حال انجینر هم شده ای دکتر هم شده ای لافم میزنی، باز کیمیای مجاهدین هم علامت میکنی. این تفنگ سالارا خوب به خاطر یاری تفنگ حقیت است که بگویی خانت به امن باقی مان، وطنت پس آزاد شد، حالی نشه زده آمده رایستی و اینجا خواستستی کمونستا دا اینجا زندگیم نمیتونستی، گریختی در امریکا، امروز تو حالی مجاهدین هم علامت میکنی آمده ای. این مردم ها همیشه همیطور است. چی میگن؟ ولا این اصابکم فضل من الله، اگر برسه بر شما احسان از جانب الله که غنیمت یا چی است؟ فتح است. لیقولن خامخا میگه که لم تکن، تو گویی که نیست بینکم در بین شما و بینه در بین امو آدم مودتون کدام رابطه و دوستی. یا لیتنی، ای افسوس، ای کاشکی. حالی چی میگه؟ ای کاشکی کنت معهم، می بودم امرای مجاهدین، فافوز فوزا عظیما، کامیاب میشدم به کامیابی خیلی بزرگ. الله میفرمه به افسوسا نمیشه. حالی هم الله ما را از جمع افسوس کننده نگردانه. یک وقت افغانستان مکمل یک نیروی خارجی نباشه او تو حتی
یک دعام نکرده باشی. امتحان الله آمده رایست، امتحانات الله متعال است. نشوه که یک روز بگویی مثل که روسا برآمدن امی مردم ها که در غرب زندگی کردن یا لیتنی کنت معهم، کاش که برای مجاهدین می بودیم، حال این قدر گردن ما بلند در وزارت می ششتیم، فافوز فوزا عظیما، کامیابی بزرگ نصیب ما می شد، در لیست مجاهدین خب ما شمار می شدیم. خوب تمنا نمیشه که تو افسوس بخوری. این به عمل ضرورت داره، عمل. اوجا چطور وطن اعلا کردی گریختی، پاسپورت جور کردی، پس غمی وطن خوردی که وطن کی گرفته؟